بابا جان بابا جان بابا جان دخترم با تو چی شد؟ هیچ گپ نیست آرام شو دخترم شما بردید گفته فکر کردم آرام شو هیچ چیز نشده است نبرید بابا جان خواهش میکنم تمام آرام شو بابا جان سلیم سخت ترسیدم بسیار سخت ترسیدم که بابایم وفات کرده است شوهر کن گفتن های بابایم تا حال از گوشم نمی رود باور کن که تو رو نغز میفهمم سیلین بیچاره ماندم نمیدونم چی کار کنم حیرانم یگان کس را باید پیدا کنم اما التماس فقط چقدر نگوی که برداشت کرده نمیتوانم نمیدونم فکر کردم لیکن نمیدونم آیا میشود یا نه چی بوده است؟ یعنی یگان کس قبول میکرده باشد چی قبول میکرده باشم؟ سیرین التماس برو گپ زن بابایت خرسند شود بس نیست توی سوخته برگو سیرین نمیدونم آیا میشده باشد ها بیا از نزدیک صحبت کنیم میلش میایم توی سوخته برپا کن تنها برای خرسندی بابایت زهرا معقول نشد زهرا تو کجا شدی؟ زهرا ای خدا زهرا در اینجا چیکار میکنی؟ استاد یک سوال به یادم اومد شما با مسجد نآمدید من خودم نزد شما اومدم بسیار خوب کردی حالا میبینی پدرت نمرده زهرا رو خانه دار میکند با کی؟ از کجا دانم لیکن چی نقشه دارد نه تولین جان چی نقشه داشته میتواند تنها توی نبیرش رو دیدن میخواهد نمیدانم توی نبیرش رو دیدن میخواهد و یا میراثش رو تقسیم کردن میخواهد اما فروخ از پدرت آهسته این موضوع را پرسی نمیشود فروخ باز به این کارش نقطه گذارد در اینجا امام چیکار میکند تولین جان پدرم همین طور شدنش رو میخواهد از دست من یگون کار نمی آید لیکن من مناسب نمیبینم چی میشود چیکار میکند آیا فکری ما یگون قدر ندارد تنها فکری خودش و زهرایش را میکند آیا تو ملیس و من یگون اهمیتی نداریم تو رو از کار آزاد نکند گفته از این خانه رفته نتوانستی لیکن دیگر صبر کردن نمیتوانم بس است تولین جان جانکم کمتری دیگر صبر کن میدانی که عمرش خیلی کم مانده است سنا بابایم در کجا باشن ندیدید؟ با اون خانه رفتن
بابا جان بابا جان بابا جان به شما چی شد؟ هیچ چیز نه. برای چی پرسیده ایستاده ای؟ اگر آدم پیر شود به همه چیز ناچیز گریه میکرده است، چشم سیراب میشود. اگر همسالی من شوی بعد میفهمی. فکر میکنید که من به این باور میکنم؟ چیزی رو از من پنهان میکنید تا نگوید از اینجا به یگان جا نمیروم. فهمیدید؟ استاد یک سوال دیگر. هجری بحث اکنون یک سوال میپرسم میگویی و سوال باران میکنی. با خدا که مانده شدم. حالا باشد من از تو سوال میپرسم. بپرسی. تلفن داری؟ ها دارم. بسیار خوب. اینطور باشد و من تلفنت رو نمیدی؟ مرحمت استاد. با مفتی زنگ میزنم. تنها تو سوال نمیدی، ما هم سوال میپرسیم. متاسفانه گفتگوی خصوصی میکنم. بخشش. لبای؟ الو شوکت، این منم. تو کی هستی؟ توبه آخرین منم کی هستی تو؟ شوکت مرا دیوانه نکن، من کلس. شوکت برادر جان از آوازت نشناختم. تو در کجایی؟ چیکار کرده ایستاده ای؟ با من زود سیم کارت گیر و در آنجایی که مرا آورده بودی با آنجا بیا. مرا فهمیدی؟ تمام فهمیدم برادر. شوکت با دقت باش تا از قفایت یگان کس تعقیب نکند. برادر اینقدر وایمه نکن که دیگر به زنگ تلفنت جواب نمیدیم. تشکر. تا بازدید. مایلش خیر. شوکت شمایید؟ اوه اینقدر تیز؟ منم؟ با ما به قرارگاه بیایید. تو مانند کی باشی ها؟ ندانم به مانند کی باشم؟ من خودم را فکر نمی کنم زهرا. فقط بعد مرگم تنها ماندن تو را فکر کرده غمگین می شوم. توی تو را ندیده مردن نمی خواهم دخترم. بابا جان شما غمگین نشوید. خواهرشتان عملی میگردد. اگر بار دیگر شما رو غمگین میبینم قسم میخورم که عموما آیله‌دار نمیشوم. فهمیدید؟ زهرا نمیخواهم به مثل اپت با شخص نالایق آیله برپا کنی. من چنین انتخاب را نمیخواهم. تو باید با شخص آیله برپا کنی که آن شخص لایق خاندان ما باشد. بابا جان خواطر نشوید.
حتما گفتگیتان برای می شود. زهرا تو در دل کسی را داری؟ دارم. داری؟ لیکن دفعه گذشته نیست گفته بودی؟ نگفته بودم برای آن که آن وقت هیچ کس را دوست نمی داشتم. چون این خبر خوش را چطور از بابایت مخفی نگاه می داری زهرا؟ حالا چقدر خرسند شدم تصور کردن نمیتونی آن کی باشد ها؟ زود میخوام که شناس شوم. اعتراض قبول کردن نمی شود. بابا جان حتما شناس میکنن، وعده میدهم. من باید روم برای آن که سلیم مرا انتظار است. تو رو با لباس سفید میبینم. بسیار خوش است، بسیار خوش است. های های لای 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 من بردم. اکنون چی کار میکنم؟ صبح بخیر سردارم. تر نشوید گفته چتر آوردم. صبح بخیر. تو در اینجا چی کار میکنی؟ سردارم من برای یاری دادن شما اجازت گرفتم. تو چی گفتی استاده؟ یاری چی؟ اجازت چی؟ سردارم من برای دستگیر نمودن کلتا کیلس به شما یاری میرسانم. کیلس آن وقت از بیمارخانه فرار کرد که من در آنجا بودم. در این کار من هم گناهگارم. من خودم را گناهگار می حسابم و برای کمک کردن شما آمدم سردارم. برادر مادامی که تو اجازت گرفتی سرت رو درمان نکرده به خانه از رو استراحت کن. خب سردارم من شما را تنها نمیگذارم. نبین کیلس از دست رفته است. زنم باشه من رو ترک کرده است. زود دو شو تا که قسم رو از تو نگیرم. چی کار کردی؟ آن آقی پدر را کشتی؟ حیوان من به تو چی گفتم؟ نگفتم که او را کشتا بعد بیا. اکی کنم کشتنی بودم اما از بیمارخانه فرار کرده است. تا حال کسی او را پیدا نکرده است. حیوان نخواد یگان خویش و تبار و یا رفیق نداشته باشد. یک رفیق سنبوسپس دارد. آن سنبوسپس میمان ما می شود. چنگیز سگ‌ها چطور شکار میکنن میدانی؟ از بوی را که حس کردن تو را به شکار میبرند. از پلیس پیشتر او را پیدا کنید وگرنه من شما را نابود میسازم. دم شو! مرا فهمیدی اجری؟ فهمیدم استاد سوال آخران بسیار مهم است. استاد مثلا در راه رفته ایستاده ای که یک دختر زیبا از پیشت میبراید و با اون نگاه میکنی. خدا بخشد بعد شیطان وسوسه میکند باز نگاه میکنی. بعد باز نگاه میکنی. این گناه میشود استاد؟ خانم روز بخیر. یگان مشکلی دارید یا ردی هم؟ ماشینم کار نمی کند. فهمم. اگر اجازه دید من یک مراتب از نظر گذارم.
شما با ماشین سوار شوید تا که به کار درآید. آدم مسلمان با قطب شمال جنگ نمیکند. برای آنکه قطب شمال به نهایت خنک میباشد. نماز را باشد با وقت کشور خود رعایت کرده میخونیم. در اینجا زندگی میکنیم و نماز را با وقت اینجا میخونیم. یک مرتبه ماشین رو به کار درآید. استاد من کمک اکثر سیمه هستم، به همین خاطر تاکسی فریاد میکنم. 1 دقیقه خانم، حاضر. یک بار دیگر تکرار کنید. به کار در آمد. کار کرد. تمام، فکر میکنم که دیگر ویران نمی شود. به فکرم ماشین رو میدونید. کمتر. این برای من نه آنقدر مشکلی داشت. تشکر. سلامت باشید. به جای من کسی که نباشد حتما یاری میداد. نام من زیاد. زهرا. از شناسایی شدم. من هم. برای مهمان نوازیتون تشکر. بابایتون بسیار شخص خوب می باشد. خوش آمدید. میخواستم که برای وقت خوش آمدید بگویم، اما فرصت پیدا کردن نتوانستم. هیچ گپ نیه. زهرا چه حال داری؟ اپا جان، خوش آمدید. خوشبخت باشی جونم. از آمدنت بسیار خرسند شدم. با اجازت شما من رفتم. شاد تشکر. باشید. زهرا این کی؟ ماشین ورم شده بود، به کار در آورد. اگر ماشینت ویران شود امام مسجد رو جغ میزنی؟ اپا شما بسیار شیخ هستید. یگان وقت نقل میکنم. هجری. استاد اگر در قطب شمال هجری و سوالدهی کمتر تنفس میدیم. اکنون رفتیم. تو چی حال داری؟ خوب هستی؟ من خوب نیستم، تماما خوب نیستم. از نه تنها کلاس میگوید و خلاص. از این حالت من دیوانه میشوم. مرا یک سوگذار، تو چی حال داری؟ بابایم خوب هستند؟ بخشیش. سیلین لبه مایلش آمده ایستادم. خیر خیر. اپا جان، سیلین زنگ زد. من یک کاری ضرور دارم، باید روم. مایلش بیرم. مایلش خوب. خدا یارت بود. هجری زودتر. یه تو سوس راه رفت استاده ای. استاد یک سوال به نهایت مهم پیش آمده است. باز کدام سوال؟ بچه ها آموده شوید. تنی داملا چگونه انسان است نفهمیدم، فقط با جامعهش میگردد. من همین را میدانم که سله و جامعه تنها وقتی نمازخوانی پوشیده میشود، لیکن استاد زیاد باشد با این سله و جامعه شب و روز میگردد. دوستم مقدس جامعه و سله نیست، دینمان مقدس است. دوستم میرج، تو مرا گوش کن. بسیار چیزهای دینی را تو خطا میفهمی. مرا گوش کن برادر. در دین ما نه مقام، نه لباس، نه وظیفه و نه کسب اهمیتی ندارد. بهترین انسان نزد خدا با تقواترین است. این از کجا بر اومد؟ رفتیم. یک سوال دارم استاد.
устод масалан дар роҳ рафта истода ки як зани зебо мебарояд ва ба ӯ нигоҳ мекунӣ, баъд шайтон васвасаат мекунад, боз нигоҳ мекунӣ. саволҳои бемантиқро напурс. ҳиҷрӣ, ман ба ту савол медиҳам. марҳамат устод. сартарошхона дар куҷост? حالی جان بسیار خوب کردی که آمدی دیگر به خانه آن مرد نرو. ما با اونال جنگ کردیم. امروز نمی روم، همینجا می ایستم. بسیار خوب. مادام که یک و یک بار جدا شدن نمیتوانی، آهسته آهسته او رو از خود دور ساز. برای این گپ چشمانت خندان بودنت را نشان داده ایستادن یا اینکه برای جدا شدن قرار دادی؟ بابا من اونال رو دوست می‌دارم. حالی جان یک مراتبه خطا کردی. تو مجبور نیستی که تا آخر عمرت جفا بکشی. بابا جان مرا مجبور میکنید که من جدا شوم، لیکن زهرا را باشد مجبورن خانه دار کردن ایستادید. این رو چقدر فهمم؟ حالی من آن چیزهایی را میگویم که شما دیدن نمیتوانید و در این سن و سال چیکار کرده ایستادم بسیار خوب میدانم. فهمیدم، اما مجبور خانه دار کردن هم درست نیست. دوست داشتن ندارد. دارد زهرا؟ لبه اپا جان، دوست داشتد کی باشد؟ شما در نزد بابه مسید اپا جان؟ بله. فهمو. چی فهمو؟ هیچ گپ نی اپا جان، بعد صحبت میکنیم. اگر نوبت با من بیاید همیشه بدتر میگویی. اقلا دوست داشتن یا نداشتنت رو بگو. الو، آوازت نامده ایستاده است. هست. برای چی به من نگفتی؟ اپا جان اول با بابایم گفتم، به شما گفتن میخواستم لیکن فرصت نیافتم. خیر وای کی بوده است؟ اپا جان بدتر گپ میزنیم و حالا نمیتوانم گفتم که اگر شما همین خیزیات پرسیدن گرید تماما نمیگویم. فهمم؟ مالش خودت رو احتیاط کن. داشته است من به تو نگفتم. وای کی باشد؟ دانستن میخواهم. من هم دانستن میخواهم. یک تای دیگر تیار کنم؟ زیم جان تشکر. اگر زهرا بیاید میرویم. فهمم. سلام سلیم. سلام آقای چغتای. چی حال داری؟ شکر خوبم. انشالله که لایحه تا وقت شناسایی آماده می شود. البته می شود. زهرا در کجا؟ زهرا نیست، امروز نآمد. ما هم کمتر پس می رویم. چیگاه؟ استاد باز با وسوسه شیطان گرفتار شدم. برای یک زن نگاه کردم. تو با کجا نگاه کردی؟ با یک زنی که از راه میگذشت. پسر برویم نگاه میکنی و ریشت خوشرو شده است نمیگویی. برای چی با زنها نگاه میکنی؟ یا تو بدنیت هستی؟ شما بسیار زیبا شدید. تشکر هجری. پیش درو. مرحمت خانم. بخیر است آقای چغتای؟ کارهای گفتم رو کردید؟ کاری نیست که بهری تو نکنم. خودت میدونی. چون این صحبت ها به من خوش نمی آید. خودتان میدونید. یک چند کار رو یک جای کرده ایستادیم. اینجا بودنی من طبیعی است. به فکرم امروز در کار یگان مجلس نیست. زهرا به زنگ‌هایم جواب نمیدهی. از همین سبب مجبور میشوم که تو را در اینجا انتظار شوم. التماس مرا فراموش نکن. با اجازت شما من کار دارم. زهرا به من فرصت ده. فرصتی چی؟ فرصتی چی؟ گوش کنید. من با شما بغیر از آیدی کار دیگر موضوع گپ زدن ندارم. اگر این طرح دوام دهید آیدی کار هم گفتگو نمی کنم. خوش آمدید. چای نوشیدن میخواهید؟
عزلیم نمیخواهم. سلین وقتی با من گپ زدند آقای چغتای در همینجا بود؟ زهرا جان اگر در اینجا می بود حتما به تو خبر میدادم. وای آمد تو رو پرسید و برگشته رفت. در اومدگاه مرا انتظار شده است. نه خود کمتر وایمه بد کرده است. اوی من تو رو نمی بیاید گفتم. کاش که اومدنت رو میگفتم. اوی من دروغگو شدم. هیچ گپ نی. بیا به یگان جای فراغتی میرویم صحبت میکنیم. سلین من یک کار کردم. چی کار؟ با بابایم و اپام گفتم که دوست داشته دارم. بسیار کاری خوب کردی. این زینه اولی اویله‌دار شوی میباشد. رفتیم این رو جشن میگیریم. شوخی کرده ایستاده؟ نه جدی گفته ایستادم. چی خیل نمیشناسی برای خبرگیری که راست با محبس اومده ای در حجت ها قید شده است. کماندیر برای چی یک بار عصبی شده شما؟ من نگفتم، آخر خودم گفتم که برای خبرگیری آمدم. اگر گناهکار بودنش رو میدونستم نمی آمدم. ای بچه اگر گناهکار نمیشد به محبس محکوم نمیشد. کماندیر شما در حقیقت عجایب آدم بوده. نخواد یگان بیگناه در محبس نباشد. قریب نیمش بیگناه است. خب کن. خب شوکت مرا مشغول نکن. به دستگیر نمودنی کیلاس کمر بستم میفهمی؟ برای دستگیر کردن تو هم کمر بستن نمیخواهم. کماندیر شما پرسیدید من جواب دادم. کماندیر من او را راست دیگه اونقدر نمیشناسم. یعنی چی دروغ گویم با وای یگان رفیقگری دارم. از محل ما است تمام. یگان صمیمیت ندارم. چی خیل صمیمیت ندارد؟ او برای تو ماشین دزدیده است. ماشین بسیار زیبا بود. کماندیر خدا زند که ماشین دزدی بودنش رو نمیدونستم. وقتی که از خانه من تیلاها را دزدید. چی؟ تیلاها را نیز دزدیده است؟ چی کیلاس؟ نه کماندیر شما خطا فهمیدید. تیلاها را زن شونده هم دزدید. لباسایش رو میشستم خوراک میپختم اما او چرا مرا ترک نفهمیدم. کیلاس در کجاست بگو؟ کماندیر به خدا که من نمیدونم. اگر میدونستم به خدا که میگفتم. سردارم چی؟ من الکی او را پرسیدم. او نمیدوند کیلاس در کجاست. کی پرسیدی؟ پرسیدی؟ دیروز پرسیدم. تو نمیدونی کلتا کیلاس در کجاست. پس گیر چای نوش. تو کی میباشی که آدمان را از پرسش میگذرانی؟ تو کی اگر باری دیگر با کاری پلیس دخالت کنی تو را به محبس روان میکنم. رفت برو. کماندیر جان چخیلی که برادر گفت من هم نمیدونم. با اجازت شما من هم روم. شوکت با گناهکار یاری رساندن و همکاری کردن گناه است. با خبر باش. بله میدونم در قانون ترکیه گناهکار را یاری دادن جنایت است. به خدا اگر میدونستم که از محبس فرار میکنه برایش نان کلچه نمی آوردم. سردارم کلتا کیلاس از محبس فرار نکرده است. از بیمارخانه فرار کرد. دفع شوید زود دفع شوید. سردارم کیلاس دفع شو. عصبی کردید. سردارم همیشه گناهگارها را خودش تنها دستگیر میکنه اما کلتا کیلاس را یک جای دستگیر میکنه. برادر تو کیلاس رو تا چه اندازه میشناسی؟ از وقتی در محبس بود. چی شد؟ میخواهی درباره او به تو معلومات دهم؟ البته میخوام. یک دقیقه نویس. کلتا کیلاس را اگر دیدن خواهی دیدن نمیتوانی. بیهوده آواره نشو. یک دقیقه نمیشناسم گفته ایستاده بودی؟ من همون رو مثل تو میشناسم. برادر تو با آدمی نیک مانندی. حیات کوتاه میباشد. وقتی قیمت از رو بیهوده صرف نکن. روی استراحت کن تا بازی. نمیدونم. با ساختکاری بابایم را فریب کرده نمی شود. میدونم. لیکن بابایت شاد می شود تا میفهمد که در اینجا مقصد خرسند کردنی بابایت می باشد. تو گفته ای که دوست داشته داری. دیگر علاج نداری. برای همین مجبوری.
گفتم لیکن زورو جون اویدی ساخته اویلا برپا کردنت کسی درک نمییابد بغیر از خودم. هجری امروز آدم بسیار شده است. امروز نماز جنازه است استاد. جنازه؟ акаи наҷмӣ вафот кардааст. نجمی کیست؟ шумо онро мешиносед домло. марҳамат домло гузаред. نه مرحمت جای من خوب است. домло намози ҷанозаро мехонед барои ҳамин гуфтем. من میخونم؟ албатта домло. اینجا بیا. سیمکارت بشیناسنامه لازم. پول به پول سخنت اثر ندارد. حالا که تو داری مرا مجبور نکنید. نماز جنازه شخص ناشناس رو نمیخوانم. من این کار رو نمیکنم. هجری آیا تو این مرده رو میشناسی؟ بله میشناسم. اگر شناسی مرحمت نماز جنازه رو تو بخون. домло ин хел кор намешавад. آقای اراد به هر گفتم نه استاد نه گفته اعتراض میکنید. مثلا این اهمیت کلان دارد. هجری پسرم رو میشناسی؟ میشناسم اما پیش گذر جماعت انتظار است. کنه پیش گذر نماز رو خون. رفتیم. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. آن مردهایی که من میشناسم در بینشان یگان شخصی باورناک پیدا نمیشود. برای چی نمیفهمی؟ جنگ بچه خوب و دل صاف است. باز احوال تو رو فهمیده میتواند. جنگ بچه خوب است اما بسیار ساده. سر داشته نمیتواند همه‌اش را فوش میکند. این ساده وای بدنیت دیگرها به تو عاشق. زورو چیکار میکنی؟ من چیکار کردنم را نمیدونم. این فکر تو است. از من پرسیده ایستادی؟ بله از تو پرسیده ایستادم. من تو را نمیفهمم. جنگ ساده است اما برای چی انیل نمیشود؟ انیل نمیشود برای آن که او به من عاشق میباشد. با چی عاشق است؟ وقتی کسی این کارو میکند نباید به احساسات داده شود. اگر به انیل روی خوش نشان دهم رفته به بابایم میگوید اون وقت من تمام. استاد برای شما از مالینه تورت تیار کردیم. مرحمت. تورت از مالینه؟ بله بسیار دوست می‌دارم. اینطور باشد استاد. مرحمت دارید. مرحمت. استاد خوش آمدید. تشکر. تشکر استاد. خیریت که دعا کردید او گرفتاری بلای گردید. من یگان کار نکردم. استاد دعای شما گرفت. و ناگهان شد. نامش را گرفتیم آمد. شیطان صفت. تشکر. زهرو یافتم. با خدا که یافتم. چی یافتی؟ تنسل جفتی تو است. او از عهده این کار میبراید. تنسل کی است؟ چی کار کرده ایستاده ای؟ الو تنسل؟ چی؟ یک ثانیه. با تو نگفتم. تنسل جان چه حال داری؟ خدا از تو راضی باشد. این مشتری اعتباری ندارد. الو با کی گفته ایستادم؟ بایلش تو بازدید؟ آمده ایستاده است. کی می آمده است؟ تنسل کمتر پس حاضر می شود. سلین تو دیوانه شده؟ ناپرسیده برای چه زنگ میزنی؟ آدم یک مرتبه از هم صحبتش میپرسد. تمام من رفتم. خیر صحبتی خوب. زورو جان ایز بشین آرام شو. التماس بشین. در اینجا که خدمت میرسوند؟ الو با کی میگویم؟
рафта бин одам бар ин шикамашро сер кунаду равад дар назди устод айб аст. барои чӣ ба ин миз хизмат расонда намешавад? агар апайну баро намебуд ҳеҷ вақт назди ин миз намеомадам. ту ба берун биё, камакак суҳбат мекунем. биё. ба ту гап надорам. лаънат баро рӯзе ки бо ту шинос шудам. гӯш кун, инҷоро зеру забар мекунам. мисли худат мекунӣ аҳволадро бубин нобакор ба дуои устод гирифтор шудӣ. устод? кадом устод? ба дуои ин ҳавоӣ гирифтор шудам? бо устод ин тавр рафтор накун, ноҳурматӣ накун. ту хаб кун, илтимос. муҳтарам бародарам, камтар ором шавед. یگیت نباید عصبی شود. استاد دعای بد کردن درست است؟ با استاد چطور رفتار کرده ایستاده؟ به تربیه از اینجا رو غم ندید، هیچ گپ نی. کبر و غرور آینده ندارد. او مرد بد نیست. در اصل یگیت خوب است. کمتر تنها مانده است. باید تنها نگذاریم. ما باید او را دستگیری کردنمان در کار. استاد التماس با من یاری رسانید. یگان دعای کنید که من از زمین خلاص شوم، دیگر طاقت ندارم. 3 بار خواهرم اینطور نمیشود. ما با کسی رو نمیگوییم. بیا میگوییم بیا یک جویا به بیرون رویم صحبت میکنیم. با همین تو هم آرام میشیم. بیا صحبت میکنیم. بیا رفتیم بیا به بیرون. بیا خیری. زهرا آمد. آمده نتوانست. از پیش خدمت گذاشته نتوانست. برای چی خنده کرده ایستاده ای؟ نمیدونم. کی رو یافتی؟ خنده نکن. به خدا که شرمنده میشویم. سلام. خوش آمدی تنسل جان. چه حال داری؟ زهرا تنسل. سلام، من تنسل. زهرا خیلی شدم. من هم. من گرسنه هستم. یک دو چیز سفارش دادم. شما هم یک چیز میخواهید؟ نه تشکر. زهرا دوستی نزدیکی من است؟ بسیار خوب. برای چی برای سرای سماور جغ زدی؟ چه مسئله داری؟ میخوام زودتر بدانم. با او یاردم دادن در کار. ما باید به تو باور کنیم. من باور کنی میشود. سیر پنهان داشته میتوانم. همه آدم تنها میماند. حالا تو هم تنهایی، لیکن به اطراف نشون نده. دایمون داد و فیغان، هوای نمیق، گپ را کوتاه میکنم. چی درد داری؟ رفیق گرامی، اگر گلویت درد کند به دکتر رو. من امام باشم، نه دکتر. با دکتر گوش، گولی و بینی برو. انا دیدی دکتر خود با نزد بیمار می رفته است. خانم دکتر، ما آیدی بیناموسی سخن کرده ایستاده بودیم. بیار. تنسل ما به داماد احتیاج داریم، لیکن دامادی ساخته. منش میشم. یک کالا بیار. کمتر سیر خنده است. از سیمایش معلوم است. زهرا دتول دخترم بیو کاش در اینجا می بودی و کارهای شدگی را می دیدی. چی شده است مادر؟ کمی پیشتر نمی در اینجا بود. کمتر بیادبی کرد.
лекин имом зиё саломат бошад бо забони ширинаш ӯро ором карда бурд. забони ширин моро аз хонааш баровардааст. ин ҳам ҳамин тавр шуд. духтарам, имом зиё аҳли тасаввуф мебошад. касе ки набошад биё мегӯяд. дар инҷо корҳои шударо мехостам ки бубинӣ. ман ҳам мехостам ки каме пештар дидаҳои маро медидед. вай муллои таърифиятон бечора намикро хафа карда истода буд. духтарам, ту чиҳо гуфта истоди? ин номумкин аст. бетулҷон, мумкин аст ки ба чашмат намуда бошад. суфиҳоро бисёр кас дар чунин ҳолат дидаанд. бобои худораҳматият ҳам ҳамин тавр мегуфт. эҳ худоҷон, ба инҳо ҳақиқатро нишон биде. ман аз паси корам мешавам. бародар, симкарта овардам, симкарта. фаҳмидан як корро ҳал кардӣ, лекин пастар гап зан тавба. шавкат. ташаккур. симкарта ба номи ҳеҷ кас нест. ташаккур. аз қафоят ягон касро наовардӣ? не, бас кун. ӯ кист? маълум накун. тамом ҳамаш ҳал шуд. кола ҳам супориш дод. бе ягон пурсиш ба ҳамаш розӣ шуд. селин маро бубахш. ба дӯсти наздик када айб шуд. ҳеҷ гап не зӯроҷон. вай ба айби худаш бинад. аҳволамонро бубин. зиёд хандидем имрӯз, оқибаташ бихер шавад. асабам вайрон шуд. бародар, чӣ гапаро фаҳмонед? дӯстони гиромӣ, ба шумо ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки дар баробари соҳибкор буданатон шуморо мебояд ки инсони масъулиятшинос низ бошед. аз шумо хоҳиш мекунам ки имшаб ба хонаатон рафта саратонро ба болишт монед ва фикр кунед ки ба сагҳои кӯча чӣ ёрӣ расондед. ба диққататон як ҷаҳон ташаккур. ченгиз, дар инҷо чӣ гап шудааст? ҳама ҷо пур аст. доғ шудааст. фаршро тоза кунед. аҳволаш чӣ гуна аст? ҳоло бо ӯ кор карда истодаем, насиб натиҷа мегирем. бори охир аз ӯ хун гирифтем. гирду атроф хун нашавад. тамом раис, парво накунед шумо. ҳарчӣ гуфтам ҳамонро кун, ба ман ҷавоб надеҳ. ҳоли ӯ чӣ гуна аст? ӯ ҳама чизро қабул кард. агар ҳама чизро қабул карда бошад, бигзор равад. айб аст, ҷавоб диҳед ӯро. ресмонро кушоед. дафшав. ҳайвон, ту ин корро то ҳол наомӯхтаӣ. ба охират равад гуфтам. парвардигоро нигаҳбон бош моро аз шавкат, ба ғазаби худо дучор шав. ба ту нагуфта будам ки касе туро таъқиб накунад. астағфируллоҳ бародари аз. ҳайвон, барои чӣ имомро овардед? шумо чӣ гуна бедин мебошед? наход одами диндорро ба чунин аҳвол гирифтор кунедон? шумо аз худо наметарсед? ҳамин гуноҳҳои худам ба ман бас аст. ба фикрам ҳал шуд. иншоаллоҳ ба воситаи ман шумо аз худо наметарсед? ҳамроҳи самбуса пас якҷоя будам. даршав! дастони имомро кушо. зуд! ваашро ба устохона баред. домуллоро ҷавоб деҳ. худо хоҳад аз имҷараҳон намозамро мехонам, дигар намозамро тарк намекунам. бобои мулло, аз барои онҳо узр мепурсам. коргароҳи маро шайтон васваса кардааст. шумо метавонед равед. баред ӯро. як дақиқа. ӯро ба куҷо мебаранд? домуллои муҳтарам, мо ба ӯ якчанд савол дорем. намешавад.
ما برابر آمدیم برابر میرویم. آقا چی سوال داشته باشه در همین جا پرسان شوید. جایی کلاس بیناموس را با من میگوید او را زود جواب میدیم. شما پروا نکنید داملا. نه التماس اینطور نگوید، گناه است. غیبت گناه است. داملا شما چی گفتید غیبت؟ یعنی انسان را از پسش غیبت نمی کنند. آقا جان وای آقای پدر ما را مجبور کرد که غیبت کنیم. ببخشید داملای محترم. حالا من از شما یک چی میپرسم. شخصی که کلاس گفتید او با شما چی کار کرد؟ مرا پراند. به خانه هم در آمده مرا پراند. شما او را با چشمان خود دیدید؟ داملا چی دروغ گویم یگان چیز را در یاد ندارم. اگر در یاد نداشته باشید برای چی او را گناهکار کرده ایستاده اید؟ شاید او شما را نپرانده باشد. داملا پلیس همش رو میداند. او را دستگیر کردن لیکن او فرار کرد. اما از من گریختن نمیتواند. آقا گوش کنید. رفیق من همیشه در قفای من صف میکشد و او را احترام میکنم. التماس از شما خواهش میکنم او را سر دهید. داملا بخشش من این کار رو کردن نمیتوانم. من باید قصاصم را گیرم. رفیق بیناموسی وای مرا معیوب کرد. حال مرا بینید داملا. دستی من از کار مانده است. شما آدم خوب میباشید. با من به اینجا بیایید و گوشتان یک چیز میگویم. تشکر. شکر خدا. تو با آنها گفتی که من از آنگوی مسجدم هم برای سر زدن مرا. نه خرگوش رو نترسان گفتم. خرگوش رو نترسان چی معنی داره؟ من از کجا دانم؟ من هم نفهمیدم. اکنون از برای توش من در بلا ماندم. اگر تو با آنها لازم شدی من میگویم که همیشه در نزد من بودی. آفرین به تو برادر، بسیار خوب کردی. رو خبرکشی کن آخی. برای چی؟ ای برادر مرا در شهر تنها بینن زنده به زنده گور میکنن. ای دیوانه هیچ گپ نه. من همیشه با تو میباشم. یا خدایا تو تماما دیوانه شدی. راست میگویی بیهوده خواطر شدم. کاری عالی جناب کردی. تو در نزد او بودی حتی تو رو نشناخت. این لباس های امامی به خدا که سیرناک هستند. هیچگاه اینها رو از سند نکش. شوکت سرزده اینجا لباس امام یکم علاقمندی ندارد. او خاطرش رو گم کرده است. تماما من رو نشناخت. برادر این طرفش رو فکر نکن. تو کاری امامیت رو دوام دادن گیر. راحت باش. دوامش رو من حل میکنم. بے پروا گشتن گیر. تیز رو که نماز پیشین قضا نشود. خیر من رفتم تا بازدید. حاله حیاتم خانه نمیبیام. این چی گفتنی گپ؟ التماس کودک نشو. من کودک شده استادم؟ بله. اون آلمان خسته شدم. دیگر نمیخوام با تو بحث بکنم. جانی من هم نمیخوام که بحث کنم. تمام میخوام که خانه بیایی. من به تو نگفته استادم. نه. بسیار خوب. این طور باشد خودم تو رو میارم. بیهوده خودت رو مانده نکن. برای اون که تو باید کلاس رو دستگیر نمایی همین طور. دستگیر می نمایم. خدا تو دستگیر میکنم میگوید. آفرین حاله. رفتار خوب کردی. برای پایمال شدن خود اصلا اجازت نده. شام بخیر بچه ها. سردارم پیرشکی تو حالا هم در همین جایی. ساعت چند شد؟ سردارم گوش کنید. کلت کلاس از برای بی‌مسئولیتی من شده از بیمارخانه فرار کرد. یعنی من در این کار گناهکار می باشم. دیگر هرگز به این خطاگی راه نمیدهم. سردارم اجازه دهید در دستگیر کردن کلت کلاس به شما یاری دهم. دو شو تا که زیر پا نشوی. دو شو. سردارم آخر دو شو گفتم. سردارم دو شو.
Заколка? Заколка? Заколка نیست. یا خدا کجا شد؟ در کجا افتیده باشد؟ در کجایی؟ این را جسته ایستاده اید؟ تشکر. خیلی منت دارم. سلامت باشید. در ماشین من افتیده است. از آن دخترتان است؟ نه، من آیله دار نیستم. از آن خواهرم باشد. عذر میخواهم. نمیدونستم. بسیار غمگین شدم. نه، خواهرم زنده است. تنها مدت زیاد شد که یکدیگر رو نمیبینیم. این طور باشد بسیار خرسند شدم. امیدوارم که باز و میخورید با خواهرتان. خدا خواهد. تکرارم تشکر میگویم. خیر باشید. شبی خوش. بسیار شوخ بود. تا حال همین تا در یک جا ایستاده نمیتوانیست. درخت نیست که نچسبیده باشد، دیواره نیست که به بالایش نبرآمده باشد. میدونم. بسیار ملاقات بود. رسم میکشید که بسیار زیبا بود. پیانینو رو بسیار خوب مینواخت، لیکن امتحان ها را دوست نمیداشت. اگر امتحان شود راهی گریز رو پیدا میکرد و یگان کس مانع شده نمیتوانست.
اگر در را محکم کنی از دود برا میگریخت. در اصل کودک بسیار خوب بود، به یگان کس ضررش نرسیده است. آقای مدیر، خاطره هایتان را احترام میکنم، لیکن برای دستگیر نمودن کلاس به معلومات احتیاج دارم. احتیاج یگان شناس یا یگان خشتگار ندارد. تا دمی که در اینجا بود یگان کس نه زنگ زد و نه به خبرگیری می آمد. بعدن چی شد نمیدونم. در سن 10 سالگی پدر و مادرش را از دست داده است. خودش را در خوابگاه اینجا جا گرفتیم و خواهرش را عائله برای تربیه گرفته است. تمام دانسته هایم همین است. این همه را کمی پیشتر به رفیق پلیس نقل کردم. رفیق پلیس؟ سردارم، یتیم بودن کیلس رو نمیدونستم. فکر کردم که اگر خواهرش رو پیدا کنیم بسیار ثواب میگیریم. همین رفیق؟ ها همین. من دوام دهید. چای؟ یعنی که شبچه پریودش توی نبورن آمدم. لبا هجری مهمان دارید استاد. دوستی نزدیکتون رو به نزدتون آوردم. استادی عزیز. هجری این خیلی نمیشود. همه شناس های ما رو با اینجا بیاری کار خوب نمیشود. در آخر نتیجه این کار چی میشود؟ استاد این منم شاگردم. باور که در قصر زندگی داری. یک دقیقه. چی گپ شد؟ استاد گفتم دومولو زیا به مسجد میاد انتظار شد، لیکن این کس انتظار نشد. گفت مرا به خونهش ببر. بله. هجری این رفیق از جماعت مسجد پیشینه ما می باشد که من آنجا کار میکردم. سلامت باشد. این هم مثل تو سوالهای خوب میپرسد. مدت زیاد شد که واخورده نمیتوانی. معلوم است که سوالهای زیادی دارد. با اجازت شما. استاد میخوام از شما یک سوال پرسم. هجری تو در اینجا با قدر کافی سوال آوردی. برای همین حق سوال پرسی نداری. ها هجری تو اینجا کمی ما را انتظار شو. من با سوالهای برادر جواب میگردانم. مایلش استاد. تشکر زیاد برادر. مدیر با شما زحمت شد تو اینجا آمدید. تشکر گرده. هیچ گپ. سلامت باشید. سلامت باشید. اینجا بیا. سردارم با شما چی شد؟ گپ نزن. سردارم دستم درد کرد. گپ نزن. سردارم اینجا تکیه کن. تو گپ رو نمیفهمی. گپ نزن بابوشی سوار شد. سردارم برای چی عصبی شده؟ کیلس خواهر داشته است، اگر پیدا کنین ثواب میگیریم. گفتم برای همین عصبی شده. تو چی گفتی ایستاده ای؟ نابکار چی گفتی ایستاده ای؟ سردارم شما مرا خطا فهمیده. کیلس جنایتکار میباشد، ما را دستگیر میکنیم و جزا میدهیم. من کارم را 100% خوب اجرا میکنم سردارم. نابکار؟ کدام کار؟ کاری تو پاسبانی میباشد. برای چی به کار پلیس دخالت کردی ایستاده ای؟ سردارم من اجازت مهنتی گرفتم. من به مهنت کاری چی کار دارم؟ غمگین نشوید سردارم. من وعده میدهم که برای دستگیر کردن کیلس به شما یاری میدهم. احمق تو به خودت یاری ده. به ماشین سوار شو احمق. به ماشین سوار شو. دو شو. سردارم چرا شما همیشه مرا جنگ میکنید؟ بجایت شین. برادرم تو برای چی با اینجا آمدی؟ و دفعه آدمان کنان را از قفایت آوردی. این دفعه میدونی که پلیس اونال مرا کافتکاو دارد. بخشش که ناراحت کردم. برادری آدمی قدر است. یک بار نمیپرسی که شوقت چی حال داری؟ برای چی اینجا آمدی؟ درست شوقت برای چی با اینجا آمدی؟ برادرم به حرمت تشکر. وقتی توی کردیم قرضی بسیار گرفته بودم. آن زن بیناموس را وقتی که گرفتم تمام مال و ملکم فنا شد. جای کارم را از دست دادم. برادر گفته به نزد تو آمدم. تو باشی مرا چشم دیدن نداری. از خانه‌ات مرا بیرون میکنی.
گپ در کجا بوده است کالتا کلاس نفهمیدم. با فکرم تو عاشق شده ای. من عاشق زود تشخیص های بی اساس رو پیشنهاد میکنی. از گوهره که چشمانت میبینم که تو عاشق شده ای. این دختر کیست؟ نبیره آقای اکرم. آقای اکرم کی؟ صاحب این خانه میباشه. رئیس. بس مایل شوکت امشب در اینجا است. لیکن پگاه چیز و چهارت رو جمع کرده از اینجا رفت. من خودم تا تیار شدن شناسنامه‌ام در اینجا میباشم. اگر شناسنامه بگیرم زود از اینجا میروم. مایلش برادر. بار دیگر به من برادرم نگو، استاد گو. مایلش استاد، شما خواطر نشوید. یک اطراف رو از نظر گذران. تو برای چی اطراف رو از نظر میگذرانی؟ رفته من تو رو در اطراف دور میزنانم. اینجا بسیار زیبا بوده است. اینجا چطور تربیت؟ درون خانه میدروی و نمیبروی. محکم کن. مایلش استاد زود بیایید. هجری تو در همینجا بودی؟ استاد خواستم همراه شما یک جایه با مسجد برویم صحبت کنم. بیا صحبت کنان میرویم. استاد یک چند سوال داشتم. سوال نده برای آنکه سرم پر از سوال شد. اجازت دهید تا همش رو فهمانم. تو اینقدر سرگپ بوده ای؟ یک دم خب کن، دمت رو گرفتشین. سردارم من اویدی کیلاس معلومات پیدا کردن میتوانم. علی کبوتر در محبس دوستی کیلاس بود. شاید او یگان معلومات دارد و کلت کیلاس کبوتر او را خلاص کرده بود دریا دارد. برای همین کبوتر شاید که با کلت کیلاس یاری داده باشد. اینجا بیا دستونت رو نزدیک کن. برادر خوبی من از من دور کرد، فهمیدی؟ بار دیگر در نزدم نیا. رو پرس و پاسی خواستگت را کن. از موشه فرا رحمت سردارم، از باوریت تا نمیبرایم. رحمت سلامت باشید. دریا داری همیشه دروغ میگفت. دریادت هست؟ دریا دارم. دروغ گو. انا این میشود دامادی دروغ گو. زورو جون خنده نکن. من تو سحر خواب نکرده اینها رو دیده بر اومدم. تو باشی میخندی. دیده ایستادم لیکن به مثل تو در هیجان نیستم. این طور باشد بیا میرویم. رفتیم برایم. حاضر هوکن میآید. اوه بچه، هوکنش کیست؟ من فراموش کردم که به تو گویم. هوکن لایه کش میباشد. نواری لایه شناسی همون رو میسازد. خلاص رولی دامادی ساخته رو بازی میکند. دوگانه جان خاطر نشو. از دلم حس کرده ایستادم که این کار رو حل میکنیم. والله قسم. آیا این حس به حس کنی اول مانندی ندارد؟ بایدم نور اوه همه خوش و خرسند. زهرا تو رو خیلی شد که خندو ندیده بودم. میخندی ها؟ خنده با تو زیبنده هست. به شما چی لازم بود آقای چقدر؟ سیلین من میروم. تو همه چیز رو جمع کن بعد بیو. سیلین چی شده ایستاده است؟ آقای چقدر یکم گپ شده است. چی کار کرده ایستاده؟ آیده چی پرسیده ایستاده؟ ما در حقیقت کار داریم. میدونی من زهرا رو بسیار دوست میدارم، لیکن تو باشی به من یاری نداده ایستاده. به شما چی طور یاری دهم؟ چه خیلی که من به تو یاری میدهم همین طور. آقای چقدر ما آیدی لایحه همکاری داریم. اینجا یاری شما چی دخل دارد؟ اگر من نمی بودم با پا ایستاده نمیتوانستید. از این پیشتر چند کارو برباد دادی میدانی؟
زهرا برای همکاریمون زیدیت نشون داده بود. میبینم که رفتارش درست بوده است. سلین تو مرا خطا فهمیدی. زهرا برای خاطر من این همکاری رو دوام داده ایستاده است. اگر شما کار رو با دیگر چیز آمیخته سازید ببخشید. در بین یگان خاطر بینی نمیموند. از من تنها گفتن است. سلیم کجا شدی؟ بخشش دوگانه جان، تو رو انتظار کردم. با چغتای بسیار صحبت نکن. با همه چیز دخالت میکردگی شده است. من با او همکاری رو قطع کردن میخواهم. زهرا جان تو خودت میدونی. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. کجا شده؟ انا آقای حقم آمد. کنی بیاید. سلام. سلام. زهرا تو هستی؟ نه سلین. زهرا. از شناسایی شدم. اویدی با نوارگیری سریال آنقدر معلومات ندارم، لیکن میخواهم که از اول خواسته هایم رو با شما بگویم. معاشم در هر قسم چندی است؟ میبخشید از آن ما از یک قسم عبارت است و چقدر دوام کردنش معلوم نیست. همین طور؟ همین طور است. این فیلمی بدهی است مگر؟ نه فیلمی حجتی. توف بکردم. میز رو ببین چه خیلی زیبا است. وای نور نیست؟ در کجا بینشینی؟ با خدا کی وای است؟ کی از امریکا آمد؟ زهرا با خدا پیدا کردیم. چی؟ داماد را یافتیم میگویم. آقای حقم به شما تشکر میگویم. باز ما با شما تماس میکنیم. دویم همین خیل میشود. ما رو همیشه دعوت میکنند، همین که نرخم رو میگویند، بعد زنگ میزنیم افته با من زنگ نمیزنیم. تشکری زیاد. نظروید. آنور. ببخشید یک دقیقه. کمی پیشتر با خانمون چی گفتگو کردید؟ بخشیش شما کی هستید و برای چی میپرسید؟ من راهبر آنها میباشم. نور؟ من حاضر میگویم مایلش. وای 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 زهرا، خوش آمدی. چی حال داری؟ روز بخیر. سلیم. ای خدا، این چی تصادفی خوش است؟ دوستم ما رو فراموش کردی؟ من شما رو فراموش نکردم. اگر شما نمی بودید دانشگاه رو من ختم نمی کردم. کنی نقل کنی چیکار کرده گشتی؟ آنور جان تو رو در آسمان جستجو داشتیم که در زمین بوده. بعد تو احتیاج داری. سلیم چیکار کرده ایستاده ای؟ میلیس لابای با چقدر مناسبت چگونه است؟ در روزهای نزدیک از آنی من می شود. آسان باور می باشی چقدر از زهرا کنده نمی شود. کنده می شود. حالا می بینی خواهشی من می شود. می بینی. سلام دخترها. این کی است؟ نمیدونم. شما کی هستید و در اینجا چیکار میکنید؟ من شوقت. خیلی خرسند شدم. شما زیبا، هوا زیبا، حوض زیبا، آب خنک است. لباس آبازی ندارم، لیکن بخشش یک دانه انگور گیرم. انگور رو دوست میدارم. این کی است؟ ملیس این شخص کیست؟ مادر جان من نمیدونم. آرام شوید آرام. من خیش دامولا هستم خانم. به خانه شما مهمانی آمدم نزد دامولا. نابکار تو در اینجا چی کار کرده ایستاده ای؟ خودم رو برهنه حس کردم. استغفرالله استغفرالله، این طور حس نکنه. تو راهگر و تو حس میکنم. برادر جان نکی تو در بیشت افتاده ای. بخشیش راهگر. توبه توبه، خودش کم بود که مهمانش را آورده است. دخترها خانه دروید. حاضر. میلیس برخیز. این طور باشد من هم راضی. به خاطر شما.
در دلتان یگان کس را دارید؟ یعنی برای مشکلی پیش آمدنش میپرسم. ягон дӯст дошта надорам, озодам. дар дили ман ба касе ҷой нест. ман назди дӯстонам равам ки айб шуданаш мумкин. ин вохӯрӣ хеле муҳим аст. пагоҳ боз вомехӯрем. иҷозат диҳед. این طرف باشه تلفن میکنم. خوب تشکر زیاد. البته خانم. селин майлаш хайр. саломат бошӣ. дӯстам барои ҳамаш ташаккур. бисёр хуб. саломат бошед. то боздид. саломат бошӣ. салом хонумон. фикр мекунам ки ин бародар ҳам артист аст. кори заруратон ҳамин буд? барои ширкат навори шиносоӣ омода сохтед. барои чӣ бо ман нагуфтед? шояд ман ҳам ёрдам медодам. چی؟ با اون پسری که با شما هم صحبت شد گپ زدم. تو با کاری ما چی کار داری چقدر؟ ها؟ تو ما رو تعقیب کرده ایستاده ای؟ ما رو به حال خودمون گذار فهمیدی؟ مایلش تمام. اما اگر یگان کار داشته باشد نداره. تو بزدی. هر کجا پیدا می شود؟ هیچ گپ نیست زهرا جان. داماد رو پیدا کردیم. دیگر همش سفسطه. من به تو 100 مرتبه نگفتم که در اطراف نگرد. از اینجا نبرا گفته بودم. برای چی از اینجا برآمدی؟ برای گرفتن هوای تازه برآمدم. چخل هوا؟ در خانه تو هوا نمیرسد. شد بس. استاد شام بخیر. زهرا جان شام بخیر. به فکر مهمان دارید؟ بله مهمان دارم. خوش آمدید. خوش باشید. شام بخیر. زهرا در کجاست؟ باری آخر با امام در صحبت بودنش دیده بودم. با امام؟ علی جان میدونی که ما امام داره. نشیده خانم، امام را نیز به خوراک دعوت نمایید. تنها همین نمیرسید. در خوراک اویلوی امام چیکار دارد؟ به طبق خوراک را جمع نموده به نزدش ببرید. نشیده خانم، به فکر نشونیدید؟ امام را نیز به خوراک دعوت کنید گفتم. چرا انتظار هستید؟ مایلش جناب. یکون چیز بگو. گپ زن. خب نشید. بس کن. چی گویم؟ چی؟ پدر جان، به فکرم به خوراک اویلوی بیگانه را دعوت کردن کمتر ناخوش است. بگاز شما خوبتر میدانید. من نمیدانم. پدر جان شاید این از روی آداب نباشد. زهرا در کجا بودی؟ بابا جان کمتر کارم بسیار بود و راه سر ماشین بود. عذر میخواهم. زهرا جان لبه بابایت امام را به خوراک دعوت کردند. بابا جان شما یکتای من. او با مهمانهایش بود. ها؟ نشیده خانم، مهمان امام را نیز دعوت نمایید. حاضر دعوت میکنم. مرحمت. باش جایتون. بله برادرم. بار اول در خانه نومان چای می نوشیم. شفقت برای چی خانه‌مان گفته ایستاده؟ یک شب میستی و از اینجا میروی. تو اینجا را صاحب شدی؟ تو برای چی دائما این طور میگویی؟ مرا رنجانده ایستاده ای؟ تو در اینجا تنهایی چی کار میکنی؟ با تو همدرد رفیق لازم است. همدرد؟ تو؟ از تو همدرد نمیبراید. از تو تنها درد میبراید. خودم بر سرم یک دنیا درد دارم. پلیس اونال دیوانوار مرا جستجو دارد. از او پناه میشوم گفته امامی کرده ایستادم. در کودکیم کاش که با کرسی قرآن میرفتم. در حد اقل دعا را میآموختم. امام ساختکار نمیشدم. این کار دشوار است؟ البته دشوار. در یک عمر نماز نخواندگی را در یک روز خواندی ها؟ آب طهارت خنک نیست؟ خنک؟ اساساً سحر آب خنک است.
باور کردم که تو طهارت کرده پای به طهارت به مسجد میروی. نوبکار به اخلاق گپ نزن. به طهارت نماز خوانده نمی شود. نماز کاری جدی است. خدا میزند دیوانه. تو تماما نمازخانه مرا نپرس. کنی بگو قماربازی رو بس کردی؟ چخیل قمار؟ برادر من توبه کردم نمیدونستی؟ خب کن خب. تو چی توبه کنی چی نکنی؟ دوملو شما بخیر. آقای اکرم شما را به خوراکشان دعوت دارم. فهمم میآیم. تشکر. سلامت باشید. تشکر. آقا شام بخیر. خوش آمدید. برای دعوتتان منت دارم. مرحمت. تشکر. مرحمت. شام بخیر. خوش آمدید. گذارید. مرحمت. سلامت باشید. من دیگر صبر کرده نمیتوانم. اگر ما ناراحت کرده باشیم میتوانیم برویم. استغفرالله حاج داملا، شما مهمان من میباشید. آقای اکرم از شما خیلی منت دارم. هیچ گپ. مرحمت. با اشتهایتون. بخشش من حاضر میمونم. حالا باید تو در کجایی؟ در حولی هستی؟ تو که نامدی من آمدم. در اینجا چی کار داری؟ در اینجا چی کار دارم؟ برای بردن تو آمدم. با یک شرط میروم. در نزد همه از بابایم عذر میپرسی. آقای اکرم برای دعوتتان تکرارا تشکر میگویم. تواضع و دستگشودیتان نشان میدهد که انسان برای انسان بودنش در نزد شما قدر کرده میشود. انسان برای انسان بودنش با قدر است. مال، ملک قدر آن را زیاد کرده نمیتواند. مرحمت با اشتهایتان. انا برای چی عذر پرسم؟ با او چی کار کردم؟ در شب زادروز زهرا چی کار کردنت رو فراموش کردی؟ زنک جان برای چی فقط همین گپ رو میگویی؟ میدونی که کار داشتم. کارت تمام شد؟ کلاس رو دستگیر کرده توانستی؟ نه دستگیر نکردم لیکن دستگیر میکنم. این طور باشد اول او رو دستگیر کن. حله زنک جان التماس. اونال مرا گوش کن. تو این آدم رو دستگیر ننمایی رفتارت دیگر نمیشود. این رفتارت مرا غمگین میکند. اول رفته کلاست رو دستگیر نمو بعد برای بردن من بیا. شرط و شرایط من همین است. فهمو؟ حله جانکم. چخیلی که مولانا گفته است بسیار آدمان را دیدم که در تن لباس ندارند. بسیار لباس را دیدم که در درونش آدم نیست. مرحمت.
تکرارا تشکر میگویم. ما را شرفمند کردید. سلامت باشید اکای اکرم. برای گوشویرا منت داریم. ممکن است که پیانینا رو ببینم. پیانینو؟ ها. مرحمت. تشکر. تشکر. حلالت بود برادرم. دهان همه مک شاده ماندنم این طرف. با تو فخر کردم. ای شوکت بیهوده گپ زنی رو بس کن. من با نمازی خفتن میروم. خدا نمازهایت را قبول کند. سلامت باش. پیانین نواختنت را میدونستم، لیکن گپ‌های وزین را کی آموختی؟ تو چی گفتی من تماما نفهمیدم. یک سخنی را که وای لباس آدم بود چی بود؟ راستی گپ نفهمیدم. شوکت همه آنها را از این دفتر پیدا کردم. خاطره استاد می باشد. تو هم در وزنینی موندی برادر؟ نه. من به تمام حیاتت عوض می شود. مجبور هستی که به خارجه روی. آدمان دیگر، فرهنگ دیگر. از همه مهمش از جستجوی خواهرت دست میکشی. شوکت با تو یک چیز میگویم. از جستجوی خواهرم هیچگاه دست نمیکشم. او به جستجو پیدا نمیشود، لیکن پیدا کرده جستجو کننده میباشد. من هیچگاه از جستجوی خواهرم دست نمیکشم. من رفتم. مایلش خدا نگهبانت. الا جون صحت شده است. کنی بیا بیا. شام بخیر. شام بخیر.
کدر کجوید؟ داملا کمتر صحبت میکردیم. آقای خلیل کاری ضرور دارم. یگان شام دیگر میآیم. شام بخیر. داملا پرسیدن عیب است و یک چیز پرسم. آقای ایرول اگر پرسیدنش عیب باشد برای چی میپرسید؟ شام بخیر. این چه خیلی داملا است؟ با یگان سوالمون جوابی نمیدید. ایرج از خدا ترس، نخواد از خفای کسی که نماز میخونی باز غیبت کنی. عجب و چی کار داشته باشد؟ بیا از قفایش میپوییم، آخر گناه هست. خیلی بیا میرویم. جامه و سالش رو برآورد. اکه هجری دیدید؟ شب بخیر. آقای انگین در همینجاست؟ او در اینجا نیست. اکا چی خیلی روزی گذشته اومده؟ همین روزی گذشته خانه رو خریدم. خدایا شب بخیر. اکه هجری ببین، همه جا رو نظارت دارد. برای چی این طور میکند؟ نمیخواهد که یگان کس ببیند. اما من فهمیدم که استاد جا چی کار کردن میخواهد، چی کار میکند. بعد میفهمونم. بیا رفتیم که باز نبیند. بیا میرویم اکه هجری. لبای شام بخیر. آقای ایرول رو میجویم. آیا در همینجا زندگی میکنه؟ یک کوچه پایین‌تر از طرف همین خانه میباشد. با اونجا چی رفتن ممکن؟ از اینجا پایین‌تر میروید به کوچه راست گردید. خانه چهارم میباشد. تشکر زیاد. سلامت باشید. راه سفید. سلام. چی میخواهید؟ یک چند روز پیشتر اومده بودم برای شناسنامه. فهمو میدونم. آقای انگین نامدن. دیروز زنگ زد. نصیب یک روز پس میآید. تشکر. با خدا که شبانه از حال تمام خانه های یتیمان و بیچاره ها استاد زیا خبر میگرفت. ما این را با چشم خودمون دیدیم. اکه اجری با خدا که با چشمان خودمون دیدیم. از این برمیآید که شبانه این کار را میکرده است. بله. با خدا آدمی نیک بودنی داملا را میدانستم. با دست راستش خیر میکند، دست چپش نمیبیند. من باوری نداشتم. خودم رو عیبدار حس کردم. استادم سلامت باشد. در اونجا ما با اشتهای تو کودکو بیوید شیری نکنی. من امروز تورتویمون بپول کنی. داروید مرحمت داروید. شنید
کنه اینجا شینید همتون شین جانیم. مادر جان اینجا چی شده ایستاده است؟ نپرس دخترم، ما از چیزی خبر نداشته ایم. استاد زیا که تو از او خوش نداری و ما درس انسانی داد، درسی از احوال کمبغل خبر گرفتن رو و با اونها یاری دادن رو یاد داد. نفهمیدم اویدی چی نقل کرده ایستاده اید؟ استاد زیا گفته ایستادم. استاد زیا بعد نماز خوندن پنهان کرونا با کمبغلان برای کمک کوچه رو در میزدن. همان آدم؟ بله. بتول جان بیهوده گناهش رو گرفتی. گوش کن، اگر تو به ما یاری دیهی ما هم به تو یاری میرسونه. کالتا کیلاس در کجاست؟ در پشتت. مرا مسخره میکنی؟ این رو برد. یک دقیقه حاضر او را به گپ می‌درارم. نه، اگر جای کلاس را به من نگویی کله کبوترت را میکنم. سرده او را وگرنه تو را میکشم. او را سرده او را میگویم. مایلش میگویم او را بگو سرده. در خود کله این خوش را یک رو من از تن جدا کنم. تو در اینجا چه کار کرده ایستاده؟ تو رخصت مهنتی گرفته بود؟ این باید شما سرداری من دستید. سرداری من کمیسر اونال است. او میتواند به من امر دهد، شما امر داده نمیتوانید. همین طور نه کمیسرم؟ کاروکای پایان رفته؟ السلام علیکم. خوش آمدید استاد. سلام علیکم. اینجا چی شده ایستاده است؟ دامولا ما رو در حیرت گذاشته. چی گفتن ما رو نمیدانیم. خوش باشید اینجا است؟ با خیرخواهیتون ما را در حیرت گذاشته. برای چی تا سحر به فقیرها یاری دادنتون را از ما مخفی نگاه داشته. اگر هجری و آغوز نمی بود ما بیخبر میموندیم. شما ما را تعقیب کردید؟ ما با مردم محله خودمان جمع شده برای یاری پول جمع کردیم و برای تقسیم کردن این قوطی ها شما را انتظار شدیم. استاد به دعای خیر شما. آمین تقسیم میکنیم. دامولا یک صاحب کار این یاری مخفیتون را شنیده درس عبرت گرفته است. وای هم شنیده است؟ وای با شما وا خورده خیر کردن میخواد. این سراغش. هجری جان به استادمان یاری ده. پدر من هم همراهشون روم. مایلش پسرم. این شخص کی بوده است؟ یک صاحب کاری محل ما. مایلش من رفته با میخورم. کنی شما از پیش گذارید. روید. راهی سفید خدا یارتان باد. ایشان را حرمت کردیم. گلویمان را خفه کرد. لیکن نام من نمیک می باشد و قصدم را میگیرم. دانستمان. شما تا سحر من را تعقیب کردید. شما دیگر کار ندارید. لابای زهرو. نور این بیگاه آمده میتوانی؟ نه تماما تو خواطر نباش جانم. همین که من وعده دادم البته که میایم جانم. مایلش تو دیدار. تمام مایلش احتیاط کن زهرو. خیر تو بگو. زهرو؟ کیست؟ بابا جان. لبای جانم؟ شما رو با یک نفر شناس میکنم گفته بودم. بله گفته بودی؟ این شما شناس میکنم.
همین رو گفتنی بودم. نخود این بسیار خبر خوش می باشد. بسیار خوب. بیا خانه درو کنی؟ همه اینجا جمع شوند. شما هم بیایید. چی شده است؟ پدرت باز برای چی داد زده ایستاده است؟ پدر جان یگان چیز شد؟ بله شد. بسیار واقع عجیب شد. امروز زهرا جانمان شوهر شوندهش را با ما شناس می کند. زهرا این بهترین خبر است. برای همین بیگاه همتان را در اینجا انتظارم. فهما؟ کی باشد؟ ما میشناخته باشیم. مادر برای چی ما از این خبر نداریم؟ در اصل برای چی تو خبر نداری؟ اگر این کار میشد بسیار آسان میشد، زود حل بکردیم. لیکن عشق بسیار دشوار است. من در این حیات چیزی از عشق دشوارتر ندیدم. اگر نشود نمیشود. تو دوست میداری وای دوست نمیدارد. این طور شدنش ممکن است. این چیزی خرید و فروش میکردگی نیست. با پول نمیشود. من همچنین عذاب را کشیدم. دیدی که نمیشود. خودکشی میکنی، از پیشانیت میپرانی. عذاب عشق را من میدانم. شما خوب هستید؟ اوکی کامون. زنها مردای قهرمان را دوست می‌دارند. چنگیز با برادر چقدر یاری دید او را قهرمان کنید. مایل شکا. با من کی بودنی زهرا را نگویی به هیچ کجا نمیروی. تو دیوانه ما سال گذشته جدا شده بودیم. مرا غم نده. آنور تو برای همون زن شده از من رفتنی؟ تو دیگر کار نداری ها؟ من و تو از هم جدا شدیم. فهمیدی؟ آنور حالا تو میبینی. شما را تکرارا دیدم بسیار خوش است. از این برمیآید که دریا دارید. البته دریا دارم دامادا. چون این مردان خدا را چه خیلی دریا نداشته باشم. لازم نه. این بچه ها شاگرد هایتان هستند. هجری دست بوسه نکن. شنیدم که یک امام به تمام فقیران محله یاردم میداد است و من هم خواستم که حصه خودم را گذارم. سمکه بیار. در باخری گذشته درک کرده بودم که شما امام خیرخواه می باشید. داملا در گوشم یک چیز گفته بودید یادتان است. داملا در اینجا 50,000 لیره می باشد. انشالله. محکم کن. در اصل 20,000 لیره دادنی بودم، اما غیرت شما را دیده 30,000 دیگر زم کردم. التماس این کمک ناچیزی ما را به اعتماد رسانید و در حق ما دعا کنید. بده. در حقیقت ما رو در غفلت گذاشتید. کم بغلان بسیار خرسند می شوند. استغفرالله داملا، استغفرالله. خدا از شما راضی شود.
شما کار دارید وقتتون رو نگیریم اگر اجازه دهید. بفرمایید داملا. رفتیم. تشویش نکش من خودم. تشکر. داملا بیدرک نشو. هجری این سمکه رو گرفته راست با محل روید. من می آیم. نظارت کنید. ما همش رو با اینا باید گرفتیم. بسیار خوب. اکنون دور روید. دور ایستید که درک نکند. ها، دروغ بودگیش معلوم نشود. کاری کنید که مرا پی نبرد. ما او رو غم میدهیم و شما اومده او رو خلاص میکنید. فهمو؟ اینها کجا شدند؟ خاموشید! خاموشید! از پایهایش بردار! از پایهایش بردار! آه چی شده ایستاده است؟ ساده مرا! گم شوید! دف شوید! زهرا تشکر زیاد. تشکر. نترس. من همینجا. خوب هستی؟ تشکر زیاد. زخم دار شدید؟ هیچ گپ نیست. زخمش خورد است. التماس به بیمارخانه روید. نه لازم نیست. من بیمارخانه رو دوست نمیدارم. من در داروخانه مرهم میمالم. خیر نباشد به کارخانه من میرویم. ها در آن اونجا. آنقدر دور نیست. التماس. مایلش. التماس رفتیم. خود رو تشویش نمیدونی. انا بخیر. زورا جان تو رو یک دقیقه ممکن است؟ استاد بخشش حاضر میآیم. فهمم. چی شد؟ زورا جان وای مرد کیست؟ از کجای شناس می نماید؟ استاد زیاد امامی مسجدی محله امام.
در خانه ما زندگی میکنه. در خانه شما زندگی میکنه؟ تو با پلیس زنگ زدی؟ زنگ زدم. یزنا در راه اومده ایستاده است. خوش آمده. خانم زهرا در کجاست؟ زهرا خانم. یزنا. خوب هستی؟ یکم زخم نداری؟ با زنگ زدن سیلین زود آمدم. سیلین سلامت باش. هیچ گپ نه. تشکر. من خوب هستم، خاطر نشوید. یگان کاری بد شدنش ممکن بود، اما استاد زیو خلاص کردن. در روزهای نزدیک آن بیناموس را دستگیر می‌نماییم و باید جای حادثه را از نظر گذرانیم. زیو بود چی بود؟ استاد زیو. من باید به او بخورم. حالا باید در همین جا است. بله یک دقیقه. عزلان استاد زیو رو ندیدی؟ من ندیدم خانم زهرا. رفیقان مهمون داشتم، استاد زیو ندیدید؟ توبه کجا رفته باشد؟ حاضر در همین جا بود. شاید به نماز رفته باشد. آیا شما تلفن وای دوملو زیو رو نداره در دستتون؟ آقای مامور، من خودش رو میدونم، لیکن رقم تلفنش رو نمیدونم. یزنا بعدتر خودش به شما زنگ زنم میشود پرابلم نیست. یزنا به شما من گپ دارم. نترسید. آن بیناموس ها دیگر به شما ضرر نمیرسانند. من نگهبان تو هستم. نترس. آقای مامور خطا کرده ایستاده. جبدیده دوگانه‌ام. یعنی وای فرق ندارد، اما شما من فکر میکنم که برای دوگانه‌تان ترسیدید. نترسید. سرژانت مایور یعنی یاردمچی کمیسر لونت نمیگذارد به شما ضرر رسد. یک چند سوال دارم. یزنا التماس بابایم از این خبردار نشوند، خواهش میکنم. التماس. مایلش، اما جای حادثه را باید بینیم. اولا نامتان رو بگفتید. سلین. سلیم. سلین. سلین. نامتان جایی بوده است. اکنون رقم تلفنتان رو گویید، لازم می شود. رقم تلفنم رو آقای اونسال دارند. این طور باشد از تلفن آقای اونال به من زنگ زنید. روز بخیر. خدا یارتون باد. نایستید، کلی از پای کار شوید. با استاد زیو پول خیریه را آوردیم. خیرت چی؟ یک صاحبکار با استاد زیو 500,000 لیر خیر کرده است. 500,000؟ بله. حالا آن پول ها در دست یکی هجری می باشند. سیلین، من سخت ترسیده ایستادم. باز یگان مشکلی نشود. سفسطه نخون، برای چی مشکلی شود؟ در آخر شخص در کاری همون رو پیدا کردیم. جانم، تو خواطر نشو. یگان کس از یگان چیز خبردار نمی شود.
گویا که تو در حقیقت اویله برپا کردنی به هر حال دشوار است. به فکرم اومد. خوش آمدید خانم، زورا شما را انتظارند. نور خوش آمدی. دوستم خوش آمدید. سیلین دوستی چی؟ سفسطه نگو. سلام آقای آنور. سلام. زورا باور کند گفته گل هم آورده است. چی کار کرده ایستاده ای؟ میشنون. نور در اینجا راست ایسا به این طرف گذر. دخترها شما بسیار زیبا شده اید. تشکر. من با بابایم خبر دادم لیایم شما به حضور در اینجا صحبت کرده ایستید، اما کم در آنجا. التماس امکت رو با این کار همراه نکن که در هیجانم را بابایت رو فریاد کن. مایل شما صحبت کردن گرید من میایم. سلام خانم زیبا، خوش آمدید. به شما چطور یاری رسانم؟ به عقل است تو یگون کس یاری پرسید. کدامش؟ انا اینش. بابا جان شما آوارا شده نفرایید اینجا بیاید در اینجا صحبت کنید. چی؟ داماد اینجا می آید در حجره من. تو چی گفته ایستاده ای؟ کنی زود رو با پایان فرا من آمده ایستادم. رو حاضر تیار شده می آیم. نور جان تیاری تبین. بابایم آمده ایستاده است. خوش رو شرمگینانه گپ میزنی، فهمیدی؟ نامرد. اصلی؟ تو چطور در حقی من این کار رو میکنی؟ من چی کار کردم؟ با من خیانت کردی. چی؟ هجری بلا بای استاد. تو حاضر به من سوال دارم نگوی که طبعا خیره است. من روم که استاد آمد. خیر جان. تا بازدید. استاد امانتتان را آوردم. تمام. با من ده. با شما جواب. شب خوش استاد. دوستم لیکن من یک سوال دارم. کنی زود بگو در درون این چی است؟ شوکت تو هم سوال نپرس. توبه رفتیم. ها باز با بالایش بینشین. من ندیدم. تو با برادرت معامله خنک کن. لیکن برادرت به این نگاه نکرده لباس های دوست داشته تو را جمع کرده بیاره. ببین برای چی؟ این لباس ها را برای آن آوردم که این دنیا را هم ببینی. کدام دنیا شوکت؟ من خودم میشدگیم بر این شدم. این لباس ها را گرفته بیپوش. روزهای گذشته بر این کمتر رقص و بازی میکنی. نور تو با من دوست داشته ندارم گفته بودی. دوستم تو کاری نو درست کردی. دخترها آرام شوید، تمام آرام شوید. تو مگر دیوانه هستی؟ ما جدا شدیم. خیانت چی رو گفته ایستاده ای؟ از بین 1 سال گذشت. تو دیوانه هستی؟ کدام از شما زورو است؟ زودتر بگوید. خانم اصلیه اصلا حقیقت دیده شما برای نیست. زورو تو هستی. تو حق نداری که با من گپ زنی. آروم شوید. التماس داد نزنید. بابایم میفهمد. شنود شنیدن گیرد. من همه داند که شما چقدر شرمنده هسته. ایستو اصلیه گوش کن. حاضر به تو همش رو میفهمونم. آروم شو. چی رو میفهمونی؟ زودتر فهمم. یک بار برای خواستگاری من چونین گل چونین شیب و کاستیوم پوشیدن نآمدی. برای اینها باشد. اصلیه گوش کن. یک لحظه آروم است.
тамом ҳозир ҳамаашро ба ту мефаҳмонам. Тамом, хомӯш ист. خاموش ایستید. زهرا جان بیمون که نقل کنند دیگر چاره‌ای نداری. бобои зуҳро ба қарибӣ вафот мекунад. мехоҳад пеш аз мурданаш туи зуҳроро бубинад. چی؟ барои хурсанд кардани бобояш ман инҷо омадам. домоди сохта ҳастам, бифаҳм. این همه بازی است. خانم اصلی آرام باشید. танҳо хурсанд шуданашро мехоҳем. یعنی شما هر دویتون бале, айнан ҳамин тавр. شما فکر میکنید که من بیعقل هستم؟ آیا در نزد شما یگان کودک است؟ دامادی ساختن بابایش می‌مرده بوده است. اون همه داند که شما چقدر شرمنده هستید. این چی غوغاست ها؟ چطور خوب است؟ وای 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 لیوناردو دیکاپریو تو این رو ببینه اینقدر زیبا شده است. با دستت چی شد؟ هیچ چیز نشده است. چخیل من فراموش کردم؟ چرا فراموش کردی؟ یک دقیقه تو مرا اینجا انتظار شو کمی پس می آیم. وای 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 دوملوی عاشق. زهرا جان یگان پرابلم هست. نه این چی به ترتیبی؟ آیا همه چیز رو من جمع میکنم؟ شما کیستید؟ برای چی اینجا غوغا میکنید؟ این زن چی سبزتن میگوید؟ بابا جون چی؟ چی؟ این زن چی گفته ایستاده است؟ بابا جون این یا که این داماد است؟